بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه برنامه ندای آزادی را تماشا می‌کنید. تمام دروس ندای آزادی برنامه‌ای هستند که مسئولیت آن به عهده سازمان جهانی معجزات میباشد و با حمایت حامیان محترم این سازمان ساخته شدند. اگر شما بدونید که چه کسی هستید، این حقیقت در رفتار و عمل شما اثر عمیقی میذاره. امروز با ما باشید در این برنامه و این حقیقت رو برای شما میخوایم باز بکنیم. سلام به تمام بینندگان عزیز، من کشیش کامران هستم. به برنامه ندای آزادی خیلی خوش اومدید. خدا رو شکرگزاری میکنم که میتونیم از طریق ماهواره دوباره وارد خونه های شما بشیم عزیزان و کلام خداوند رو با شما در میون بذاریم. با هم یک دعایی میکنیم و این تعلیمی رو که این هفته شروع کردیم با هم دوباره ادامه میدیم. خداوند شکرت میکنم برای این موقعیت که به ما دادی که با عزیزان باشیم، با جوانان ایران باشیم خداوند، با تمام هموطنامون باشیم خداوند. ازت درخواست میکنم به نام عیسی مسیح در این برنامه روحت رو جاری کن خداوند. ازت درخواست میکنم افکار ما رو لمس کن که درک بکنیم حقیقت هایی که امروز با ما در میون میذاری. اینو به نام عیسی مسیح ازت میطلبم خداوند و ازت درخواست میکنم خداوند به من توانایی بده که کلام تو برای عزیزان در میون بگذارم، صحبت کنم، بشارت بدم و ازت درخواست میکنم قلب‌های تک تک ما رو لمس کن که ما اون شخصی بشیم که واقعا شما در نظر داری برای ما. اینو به نام عیسی مسیح ازت میطلبم و میپذیرم. عزیزان میخوام توجهتون رو به این سرود بیارم و این خیلی مهمه عزیزان که اگر قلبمون رو آماده بکنیم با یک سرود برای خداوند، کلام خداوند قشنگ میتونه در قلب ما ریشه بگیره، رشد بکنه و محصول بده. توجهتون رو به این سرود بیارید، من برمیگردم و این تعلیم رو با هم دوباره نزدیکتر نگاه میکنیم. با ما باشید لطفاً.
هللویا عزیزان، خدا رو شکر میکنم برای این سرود. مطمئن هستم قلب شما رو آماده کرده و روح خداوند در همون جایی که هستید که دارید این برنامه رو الان نگاه میکنید یا میشنوید قلب شما رو لمس کرده و آمادهتون کرده برای کلام خداوند. در این هفته داشتیم خیلی نزدیک به یکی از بزرگترین حقایقی که ما ایمانداران قشنگ بس پی بهش ببریم و برامون بس مکاشفه بشه نگاه میکردیم و داریم درباره نیکی مطلق صحبت میکنیم. یه قسمت از این حقیقت رو میخوام برای شما بخونم. نیکی مطلق چیه؟ چرا مهمه که ما درک بکنیم که نیکی مطلق شدیم؟ اولا در اینو با من نگاه بکنید لطفا. در دوم قرنتیان فصل 5 میخوایم نگاه بکنیم اینو و آیه 17 میگه کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. در یه ترجمه دیگه میگه خلقت جدیدی شده. هللویا. بعدش میگه که هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینو من از یه ترجمه دیگه برای شما بخونم الان یه ذره بیشتر اینو با هم نزدیکتر نگاه بکنیم. دوم قرنتیان فصل 5 و آیه 17 رو میخوایم نگاه بکنیم. پایه اساسی است برای اینکه ما درک بکنیم که چه اتفاقی تو زندگی ما افتاده برای ما عزیزان. توجه کنید چی میگه. میگه که کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. این شخص جدید در حضور خداوند از جنس خدا آماده شده، درست شده و جنس خدا نیکوه عزیزان. هللویا. پس اون شخص جدید یک شخص نیکو است، دیگه یک شخص گناهکار نیست. این واقعا پایه اساسی ایمان ماست در مسیح. اگر ما میخوایم واقعا در ایمان قدم برداریم و کارهای بزرگی برای خداوند انجام بدیم و به اون هدفهای زندگیمون برسیم عزیزان، بس خیلی برامون این حقیقت واز بشه و باش بس خیلی راحت بشیم. یعنی چجوری بگم، بس خیلی برامون راحت درکش بس راحت باشه، یعنی نفس کشیدنمون بس بشه. اینجا میگه که کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر اون شخص انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است. و یه ذره که میریم جلوتر آیه 21 میگه زیرا خدا بار گناهان ما رو بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست نیک و عادل شویم. پس اگر ما اون عطیه مسیح رو پذیرفتیم، اگر خداوند عیسی مسیح رو خداوند خودمون پذیرفتیم، ما یک شخص نو در مسیح، یک شخص جدید تبدیل شدیم به یک شخص جدیدی در عیسی مسیح و اون شخص قدیمی دیگه نیستیم. اون شخص قدیمی یک آدم گناهکار بود. اون شخص قدیمی یک آدمی بود که پر از تنفر، پر از فساد، پر از زنا، پر از افکاری که درست کار نمی‌کرد، پر از شکست میتونم بگم. ولی این شخص جدید در مسیح دیگه یک شخص گناهکار نیست، بلکه یک شخصی است عزیزان که همونجوری که برای شما خوندم تبدیل شده به یک شخص جدید و اون شخص جدید یک شخصیه که کاملا نیک شده. یک نیکی مطلق در وجود اون شخص هست عزیزان. این واقعا مهمه. برای چی؟ برای که اون شخص اصلی وقتی که پی میبرید شما که شما نیکی مطلق هستید، اون درباره کارهای شما صحبت نمیکنه. توجه کنید، اینو بذار براتون بیشتر بازش کنم. وقتی که من دارم درباره نیکی صحبت میکنم، درباره کارهای نیکی شما صحبت نمیکنم، برای که نیکی مطلق هویت شماست نه کارهای شما. خیلی ها سعی میکنن با کارهای خوبشون در حضور خداوند نیک حساب بشن و کتاب مقدس قشنگ کاملا به ما نشون میده که بهترین کارهای نیک ما در حضور خداوند
عین یک کهنه کثیفه. توجه کنید اشعیا فصل 64 نگاه میکنیم با هم لطفا. هللویا. خدا رو شکر، مرسی عیسی مسیح برای کلامت که زندگی تک تک ما رو باهاش داری عوض میکنی. پدر آسمانی شکرت میکنم خداوند، مرسی عیسی مسیح. توجه کنید در اشعیا 64 و آیه 6 میگه ما، اینجا داره یه چیزی و حقیقتی رو با ما در میون میگذاره، میگه ما همه گناهکاریم. هللویا. و حتی بهترین کارهای ما سر تا سر ناپاک است. اینا داره صحبت میکنه درباره کسی که هنوز مسیح رو نپذیرفته. میگه که به خاطر همین بود که ما نیاز داریم نیکی مطلق در مسیح بشیم. اون گناهان ما بود که ما را از خدا جدا کرد، از اون خانواده خدا جدا کرد. اون خانواده‌ای که پدر آسمانی ما در نظر داشت وقتی که آدم و حوا رو آفرید. وقتی که انسان گناه کرد از اون خانواده جدا شد. چرا؟ برای اینکه خدا با گناه نمیشه ترکیب بشه، نمیتونه ترکیب بشه. و به خاطر همین بود که خداوند نبوت کرد همون روز بعد از گناه آدم و حوا درباره آمدن مسیح که از یک زن باکره میاد، که دقیقا هم همون جوری شد. اتفاقا اگه میخواد به این فهرستش یه نگاهی بکنید، بنویسید بعدا نگاه بکنید. در پیدایش فصل 3 آیه 15 تا 17 رو بخونید، قشنگ نشون میده. میگه نسل تو، داره درباره نسل زن صحبت میکنه، به نسل تو شیطان پیروز خواهد شد. اینجوری میگه. پس چیزی که شد، انسان از اون هویتی که داشت از ازل، از اول کار که شبیه خداوند آفریده شد و خداوند ما رو نیکو آفرید، برای که وقتی که ما رو آفرید گناهکار نبودیم که. و اون گناه چیزی که شد، یکی از ذاتهای ما، یعنی ذات ما شد گناه و گناهکار. یکی کسی که ذاتش گناه هست، کارش گناهه، گناهکار میشه. یه شخصی که نیکی مطلق هست، یعنی ذاتش، هویتش نیکی مطلق شده عزیزان، کارش چیه؟ کارهای نیکه، کاملا کارهای نیک انجام میده. پس وقتی که ما داریم درباره نیکی مطلق صحبت میکنیم، درباره کارهامون صحبت نمیکنیم، درباره شخصیتمون صحبت میکنیم. از اون کتابم که درباره آزادی مطلق در اون نوشتم، یه تیکه درباره هویت برای شما بخونم. اینجا میگه هویت، توجه کنید، هویت شما اون حقیقتی است که درباره شما صادق شده. هللویا. بعد هویت شما خود شماست. و وقتی که شما نیکی مطلق هستید، خود شما نیکی مطلق هستید. یعنی اون شخصت کارهای شما نیست. ببین شما عزیزان با کارهایتون فرق میکنید. کارهای شما رو نمیسازه. شما یک شخصی هستید که شبیه خدا آفریده شدید عزیزان، و ارزشمند هستید، ارزش دارید. هللویا. خداوند اونجوری نگاهتون میکنه ها. و ببینید چی میگم، همونی هستید که شما هستید. یعنی اون هویت شما اون شخص اصلی شماست. هللویا. هویت ما از وجود ما به خاطر گناهانمون تقسیم شده. اون چرا که تجربه کردید هویت شما را تحت تاثیر قرار داده است. هویت شما در فکر خداست. وقتی که خدا شما را طراحی کرد و در خلقت قرار داد، خدا باهوشه. وقتی که شما را طراحی کرد عمل او نیکو بود عزیزان. میخوام توجه کنید به این حقیقت. عمل خداوند نیکو بود، یه کار درستی کرد، شما رو میشناخت. اتفاقا در امثال فصل در مزمور 139 نگاش بکنیم با هم. الان برمیگردم بقیه اینو براتون میخونم. در مزمور 139 که نگاه بکنیم، توجه کنید چی میگه اینجا داوود. هللویا. داره با روح القدس، از قدرت روح القدس داره صحبت میکنه و میگه وقتی، هللویا، بذار پیداش بکنم جامو، آیه 14 مزمور 139 آیه 14 میگه که من تو را می ستایم
زیرا مرا به گونه‌ای عجیب ساخته ای. هللویا. تمام کارهای تو بسیار شگفت انگیز است. من این را با تمام وجودم میدونم. بعدش میگه وقتی استخوان‌هایم ساخته میشدن و در رحم مادرم شکل میگرفت و در نهان رشد میکردم، تو از وجود من آگاه بودی. پیش از آن که به وجود بیایم و زندگی را آغاز کنم، روزهای عمرم را در دفتر خود ثبت نمودی. خداوندا، افکار تو آنقدر عالی و گرانبهاست که من آنها را سخت برام درک بکنم. هللویا. توجه کنید، خداوند میدونست چجوری شما رو طرح بکنه و هویت شما عین خود خداوند آفرید. یعنی ما برابری داریم با خداوند. برای چی؟ برای اینکه از اول که خداوند ما رو آفرید، ما رو شبیه خودش آفرید. هللویا. یه ذره نگاه بیشتر اینا رو براتون بخونم. پس او خداوند کاملا شما رو به طور دقیق طراحی کرد. هر یک از ما تصویری از جنبه شخصیت خدا هستیم که منحصر به خود ماست. سهم شما اهمیت داره عزیزان. قسمتی از معمای شخصیت خدا توسط شما روی زمین مجسم میشه. هللویا. که شخص دیگری نمیتونه اون کار رو اونو به تصویر در بیاره. خیلی ها یه قسمتی هست در افکار خداوند در تمام جهان که فقط شما اونو کاملش میتونید بکنید و شما یک تصویر، یک قسمت از شباهت خدا هستید. حالا تا وقتی که شما خودتونو گناهکار نگاه بکنید، هیچ وقت به این هویتی که خداوند شما رو داره نگاه میکنه نمیرسید. برای چی؟ برای که تا وقتی که شیطان به شما فریب بده و حتی شده این کارم شیطان کرده از طریق مذهب و مخصوصا هم در مسیحیت هم این کار کرده. برای که خیلی‌ها، من در کلیساهایی بودم که همش درباره گناه صحبت میکنن و درباره گناه صحبت کردن هم جایی داره برای کسایی که گناهکار هستن. ولی اگر شما عزیزان ایماندار شدید و مسیح رو پذیرفتید، دیگه گناهکار نیستید. یک شخص نمیتونه دو تا چیز باشه، یا گناهکار هست هویتش یا نیکی مطلق هست و ما که مسیح رو میپذیریم نیکی مطلق میشیم عزیزان. کتاب مقدس میگه شخص نیکو با ایمان زندگی میکند. پس شخص نیکو چه کسی است؟ شخص نیکو کسی است که مسیح رو خداوند خودش پذیرفته و وقتی که اون کار رو اون شخص کرده، ایمان آورده به عیسی مسیح که خداوند اوست و پذیرفته که عیسی مسیح گناههای اون شخص رو روی دوش خودش گرفت و مصلوب شد و میخکوبش کرد به صلیب، اون شخصی که اون ایمان رو میاره گناهاش آمرزیده میشه و اون شخص تبدیل به یک شخص جدیدی میشه که دیگه اون شخص گناهکار نیست بلکه یک شخص نیک مطلق شده. هللویا. و هر چی بیشتر ما درک بکنیم و بیشتر تمرکز بکنیم و این حقیقت برای ما مکاشفه بشه، کشف برامون بشه، ما بیشتر در اون چیزی که خداوند در نظر داشته برای ما، اونجوری که خداوند ما رو میبینه، خودمون رو میتونیم ببینیم و قدم برداریم. ببین اون شخصی که بدون محکومیت، بدون که احساس محکومیت داشته باشه رفتار میکنه، قدم برمیداره، شخصیه که در زندگی پیروزه. خدا رو شکر برای اون. هللویا. حالا قسمتی از معمای شخصیت خدا توسط شما روی زمین مجسم می شود که شخصی دیگه ای نمیتونه اون را به تصویر در آورد. اگر همه ما با همونی باشیم که هستیم، یعنی اون شخص اصلی خودمون باشیم، سعی نکنیم یکی دیگه ای باشیم، اگر ما سعی بکنیم اون شخصی که خداوند ما رو آفریده باشیم، پس اون شخصیتی از عیسی پس اون شخصیتی رو از عیسی رو مجسم خواهیم کرد تا دنیایی که به ما نگاه میکنه او را کاملا مشاهده خواهد کرد، عیسی رو خواهد دید. حالا آیا مردم به شما میتونن نگاه کنن و عیسی رو ببینن؟ ببین اگر همه شما شکست خورده هستید
و عزیزان اینم نمیگم که محکومتون کنم عزیزان، دارم اینو بهتون میگم که یه حقیقتی هست بس پی ببرید بهش و هرچی این حقیقت برای شما بیشتر واضح میشه که شما نیکی مطلق هستید، چیزی که میشه بیشتر میتونید در اون هویتتون قدم بردارید عزیزان. این خیلی مهمه که اینو برای شما واضح بشه. اگر هر شخص خودش باشه، اینجا نوشتم، و اگر هر یک از ما قسمت خود رو انجام دهیم، اون موقع دنیا طبیعت خدا رو روی زمین خواهد دید که به چه صورتی می باشد و عیسی رو واقعا خواهد شناخت. هللویا، هللویا. چقدر قشنگه این. واقعا خداوند اینجا صحبت داره با ما میکنه عزیزان. خدا رو شکر برای کلام پرجلالش. به این شکل شخصیت عیسی به طور جمعی در میان ما ظاهر میشه. وقتی که ما درک میکنیم که چه کسی هستیم، وقتی که ما درک میکنیم که عیسی مسیح چه کار کرده. حالا پس نیکی مطلق چیه؟ نیکی مطلق توانایی است که خداوند به ما میبخشه که بتونیم در حضور خدا بیستیم بدون احساسات گناه، بدون احساس مقصر بودن، بدون احساس پستی یا درجه دوم بودن یا فرعی بودن، بدون احساس شرم، خجلت یا عاری و بدون محکومیت. وقتی که یک شخص پی میبره که نیکی مطلق است و یک گناهکار نیست، این احساسات از وجود اون شخص بیرون میشه. هر چی ما بیشتر افکارمون رو تجدید کنیم به این حقایقی که دارم این هفته با شما در میون میذارم و در هفته های آینده هم در میون خواهم گذاشت، این رو بیشتر میتونیم توش با اون اقتدار میتونیم بیشتر قدم برداریم و جلو بریم. از آن توجهتون رو به این اعلان جلب میکنم. من برمیگردم میخوام برای شما دعا بکنم. با ما باشید لطفا. آزادی یک مقصد نیست بلکه یک سفر زندگی است. برای ادامه زندگی غنیتان در سفر آزادی، ما سری برنامه‌های آزادی مطلق را در یک بسته زیبای CD DVD و کتاب تهیه کرده خدمتتان ارائه می‌دهیم. با ابتیاع این بسته مفید ما را در پیشبرد شبکه ندای آزادی حمایت و پشتیبانی می‌نمایید. ضمن سپاس از شما عزیزان با یکی از طرق زیر با ما تماس حاصل فرمایید. بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم، مهماندار شما در برنامه ندای آزادی. کنار من همسر عزیزم امی و پسر ما هم دانیل هست و به تک تک شما درود میگوییم. آیا زندگی شما توسط برنامه‌های ندای آزادی لمس شده و تغییر یافته؟ بسیاری از شما بینندگان محترم با ما ارتباط ایجاد کردید و اعلان کردید که چجوری برنامه‌های ندای آزادی باعث برکت زندگی شما شده و ما خدا رو شکرگزاریم برای این. آیا مایل هستی تا با هم سهیم شویم؟ منظورمون از سهیم شدن چیه؟ این شخص فردیه که از طریق برنامه‌های ندای آزادی تشویق و کمک شده. یک حامی واقعی کسیه که خدمتی را ممکن میسازه برای ما. دقت کنید، با اتحاد و با سهیم شدن به صورت حمایت مالی ماهانه خود و دعاها و توسط کمکاتون، برنامه‌های تلویزیونی ندای آزادی گسترش می‌یابند و اشخاصی که هنوز فرصت شنیدن این پیغام رو نداشتن به این امکان دست می‌یابند. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید. سپاسگزارم. عزیزان، میخوام برای شما دعا کنم امروز. اگر آمادگی در قلبتون دارید، ممکنه شما فکر کنید به من بگی آخه برادر کامران تو نمیدونی من چه کارایی کردم، نمیدونید در چه مشکلایی هستم، نمیدونید چه گناهایی کردم. عزیزان، من ممکنه ندونم ولی خدا میدونه و این مهلت رو برای ما ایجاد کرده که شما دستتون رو به سوی خدا بلند کنید و اون دست شما رو میگیره و میگه بعد پسرم، دخترم، من تو رو گناهکار دیگه نمیبینم وقتی که پسرم رو میپذیری. هللویا. این خواست خداوند برای شماست عزیزان و میخواد گناههای شما رو امروز
بیامرزه. اگر عیسی مسیح رو تا حالا نپذیرفتید و اگر شما ایماندار هستید، این حقایق رو داره به شما میرسونه که شما بلند شید، استوار وایسید و در اون حقیقتی که تجربه کردید قدم بردارید و پیروز باشید و واقعا در اون آزادی مطلق زندگی کنید. اگر آمادگی دارید برای این، با من این دعا رو بکنید لطفاً. قبل از دعا اینو براتون بخونم. میگه، گفتم در دوم قرنتیان میگه که فصل 5 آیه 17 کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود، او دیگر اون انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده. آماده هستید یک زندگی تازه‌ای را شروع بکنید امروز؟ اینو با من تکرار کنید. بگید عیسی، ایمان دارم که خداوند منی، ایمان دارم که برای گناهان من مردی، من از گناهام توبه میکنم، منو ببخش، منو آزاد کن و نیکی مطلق تو در قلب من ثبت کن، به نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان اگر این دعا رو کردید، گناههای شما آمرزیده شده، شما دیگه گناهکار نیستید، بلکه یک شخص نیک مطلق شدید در عیسی مسیح. ازتون درخواست میکنم با ما تماس بگیرید و شهادت خودتون رو بگید و همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح است. تا هفته دیگه، خدا نگهدار. اوه هاللویا، گلوری تو گاد. وقتا بعضی از اونها منفی هستن. What the heck? Now you have double problem.